استمرار این کلمه است که میخوام در موردش صحبت کنم. استمرار یعنی این که از نظر لغوی ما یه موضوعی رو روش فوکوس میکنیم و مرتب بهش میپردازیم. این میشه استمرار. استمرار یک صفت شخصیتی بسیار مهمه. چرا؟ چون شما هر کاری که میخواید بکنید، میخواید آدم نابغه‌ای باشید، آدم معمولی باشید، هر جور آدمی باشید، وقتی کاری رو شروع میکنید، پروژه‌ای رو شروع میکنید، باید اون رو هی ادامه بدید. نه یک روز، نه 2 روز و علیرغم افت و خیزهای روزانه باز همون رو ادامه بدید. این استمراره. استمرار پایه هر چیزی است. شما اگر نابغه‌ای هستید که میخواید چیزی رو خلق کنید، نبوغ شما میخواد طرح جدیدی بندازه، باید استمرار داشته باشه. اگه با 1-2 تا آزمایش متوقف بشه هیچ وقت معلوم نمیشه. استمرار برای اینکه این نبوغ خودش رو نشون بده بسیار لازم. شما یه دانش آموز هستید، دارید درس میخونید، رشته بزرگی رو در ذهن خودتون دارید، میخواید موفق بشید، باید یه برنامه مشخص داشته باشید و به طور مستمر هر روز اون برنامه رو اجرا کنید. نه اینکه 4 روز درس بخونید بگید حالا من میخوام بالاترین نمره کنکور داشته باشم و بالاترین رشته رو بگیرم. خب طبیعتا نمیشه. و بگی خب حالا این چند روز خوندم نشد پس من ناامید میشم. نه، شما عامل استمرار رو کم دارید. استمرار یعنی اینکه شما به طور مداوم پشت سر هم به کارتون میپردازید. نمیذارید افت و خیزهای روزانه شما رو ناامید بکنه، به کارتون ادامه میدید تا بعد از مدت‌ها این بذری که شما کاشتید خودش رو نشون بده و نتیجه کار شما معلوم بشه. استمرار جزء صفات شخصیتی بسیار خوبه در هر نوع شخصیتی، در هر جایی، و عاملی است که شما را از روزمرگی، از دو دل بودن، از دمدمی مزاج بودن دور میکنه. شما میتونید فوکوس کنید روی هدف خاص و مشخصی و انرژیتون روی اون بذارید، برنامه ریزی بکنید و ادامه بدید. خیلی از مواقع اشخاص استمرار رو در نظر نمیگیرن. یه پروژه اقتصادی دارن، میرن یه مدت کوتاهی بهش میپردازن، بعد میگن پروژه شکست خورد. در حالی که پروژهش وقت بررسی میکنیم این پروژه خیلی خوبی است، میتونست خیلی موفق باشه، ولی استمرار لازم داشت. نه با 1-2 تا نوک زدن قضیه حل بشه، بلکه باید بهش بپردازه، ضعفاشو از بین ببره، نقاط قوتشو بیشتر کنه و با ادامه دادن روش، با استمرار به نتیجه‌ای که میخواد برسه. بسیاری از مردان و زنان بزرگ روزگار فقط با استمرار بوده، با استمرار رو چیزی که باور داشتن درسته، چیزی که فکر میکردن به نتیجه میرسه، با استمرار روی هدفشون به نتیجه رسیدن. طبیعی است استمرار لازمش یک مقدار ایمان و اعتقاد به خود و هدفی که داریم هست. اگر این ایمان و اعتقاد به خود و هدف نباشه، شخص نمیتونه به طور مستمر کارش رو ادامه بده. بنابراین در هر تلاشی، در هر پروژه‌ای، در هر کاری مقداری ایمان و اعتقاد. چرا میگم ایمان و اعتقاد؟ به خاطر اینکه هنوز نتایج اون معلوم نیست که بگیم باور. چون اگه نتایج معلوم باشه، بر اساس نتایج بخواد شخص قضاوت بکنه، کار راحته. ولی هنوز نتیجه کار ظاهر نشده. شخص چیزی در ذهن داره و فکر میکنه در توانش هست که این کار رو بتونه بکنه. بنابراین با استمرار به اون کار میپردازه و یا موفق میشه و یا موفق نمیشه، ولی به هر صورت کار خودش رو کرده. موفق نشدنش هم خودش نوعی موفقیته، به خاطر که نشون داده که با این شرایط، با استمرار، با تکرار، با تلاش مداوم این پروژه جواب نمیرسه، پس سراغ پروژه دیگری باید رفت. ولی نه هر روز و هر آن، بلکه باید هر چیزی رو که روش فکر کردیم، نقشه کشیدیم، براش برنامه ریختیم، باید براش جان بذاریم، انرژی بذاریم و این استمراره.